بعد از دیدن این ویدیو قراره که یک ویژگی مشترک با رتبه برترها پیدا کنیم. البته اگه به حرفایی که میگم خوب گوش کنیم. شاید سوال باشه که درباره چی میخوایم صحبت کنیم. بحثی که قرار تو این ویدیو داشته باشیم درباره تحلیل آزمونه. امکان نداره که شما یک رتبه برتری رو پیدا کنید که تحلیل آزمونهاشو خوب و با کیفیت انجام نده. و میشه یه جورایی گفت یک راز مشترک بین همه رتبه برترها بحث تحلیل آزمونه. شاید چیزی هستش این تحلیل آزمون که خیلیاتون ازش فرار میکنید، ولی وقتی که درباره اهمیتش صحبت کنیم و وقتی که یک روش خیلی باحال، نوآورانه و ساده بگم بهتون برای انجام دادن تحلیل ها قطعاً با میل بیشتری میتونید این رو انجام بدید و وقتی که انجامش بدید میرید میپیوندید به جمع رتبه برترها و این چیزیه که هدف از این ویدیو هستش. پس همراه من باشید. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من اکتای هستم، دانشجوی دکترای فیزیوتراپی و قراره تو این ویدیو موشکافی کنیم بحث تحلیل آزمون ها. اصلا این تحلیل آزمون چیه که میگن از خود آزمونم مهمتره؟ چیه که همه رتبه برترها انجامش میدن؟ اصلا من حوصله‌ام نمیکشه تحلیل آزمون انجام بدم، اهمیتی توش نمیبینم، چی کار کنم اصلا؟ و همه اینا چیزهایی هستش که قراره دربارش داخل این ویدیو صحبت کنیم و کامل بهش بپردازیم. خب اول از همه من میخوام درباره این صحبت کنیم که اصلا هدف ما از آزمون دادن چیه؟ ما از آزمون دادن چند تا هدف داریم. یکی این که بله یه درصدی کسب کنیم توی آزمون که این درصده یه بازخورد و فیدبکی به من بده که من ببینم وضعیتم تو درس‌ها چطوره. بله این یکی از اهداف آزمون دادن هستش، چیزی که ما خیلی از ما فکر میکنیم که بله تنها هدف از آزمون دادن همینه، در صورتی که این یکی از اهدافشه. هدف دوم از آزمون دادن این هستش که من مهارت‌های آزمون دادنم رو ارتقا بدم، توی فضا و جو آزمون قرار بگیرم و از همه مهمتر من بیام ایرادات خودم رو متوجه بشم که کجا هستش و نکات جدید یاد بگیرم، مهارت‌های جدید یاد بگیرم که این دوتا هدف آخری که گفتم فقط و فقط با یه تحلیل آزمون خوب قرار انجام بشه. من آزمون میدم، اگه تحلیلش نکنم از کجا ایراداتم رو متوجه بشم؟ اگه تحلیلش نکنم نکات جدید رو از کجا یاد بگیرم؟ من آزمون میدم که یه سری نکات جدید هم یاد بگیرم. پس اگه تحلیل نکنم چطور این اتفاق بیفته؟ پس اینجاست که دقیقاً بحث تحلیل آزمون مطرح میشه و اهمیت خودش رو نشون میده. حالا خیلی از ماها تحلیل آزمون برامون سخت و کسل کننده است. خیلی طول میکشه تحلیل آزمون من، تازه اون کیفیت و بازدهی هم که باید نداره. تحلیل آزمون رو با چه روشی انجام بدیم قرار دربارش صحبت کنیم. فقط قبلش من چیزی که دوست دارم بهتون بگم اینه که خیلی از این تنبلی هایی که ما به خاطر تحلیل آزمون انجام میدیم به خاطر این هستش که معمولا تحلیل آزمون میفته جمعه ظهر و جمعه عصر، جمعه شب و ما این تایم رو متعلق به تفریحات خودمون میدونیم. به خاطر همینه که زورمون میاد به خاطر اینکه بیایم تو این تایم تحلیل آزمون رو انجام بدیم. پس این فکر رو از ذهنتون بندازید بیرون که آره جمعه نباید تحلیل آزمون بشه، جمعه حق منه که تفریح کنم. درست، بعضی از جمعه ها باید یک سری تفریحات و استراحت هایی انجام بشه که من بتونم هفته جدید رو پرقدرت شروع کنم. ولی تحلیل آزمون چی؟ اون نباید انجام بشه. پس باید یه تایمی رو بذارم که این تحلیل آزمون رو بتونم خوب انجام بدم و بهتون قول میدم اگر که خوب و متمرکز و منظم وقت بذارید برای تحلیل آزمون، این میتونه توی مثلا 6 ساعت الی 8 ساعت جمع بشه. تحلیل آزمون 6 ساعت الی 8 ساعت مفید. پس من 12 ظهر آزمونمو میدم تموم میشه تا یک استراحت کنم، به کوب بخوام تحلیل کنم تا 7 8 شب میتونه تموم بشه. اوکی، که بعد اونم 3 4 ساعت تفریح و استراحت داشته باشم. پس تحلیل آزمون خوب باید براش وقت بذاریم که بتونیم خوب انجامش بدیم. حالا چیکار کنیم که تحلیل آزمون خسته کننده نشه؟ نکته اول این که من مباحثی که نرسوندم یا روش خوب مسلط نیستم رو نباید تحلیل کنم و دقیقاً انرژی اصلی ما و خستگی اصلی ما که توی آزمون به وجود میاد سر همینه. انرژی اصلی که هدر میره و اون خستگی که به وجود میاد اصلش سر همینه که من میام سعی میکنم اون مباحثی که نخوندم رو هم تحلیل کنم.
آقا جان من نخوندم بلدش نیستم چی رو تحلیل کنم؟ 1000 ساعتم وقت بذارید رو تحلیلش نمیتونید اون بازدهی که باید رو داشته باشید. پس بهتره که از همون اول وقت نذاریم، به جاش همچین سوالاتی رو بیام علامت بزنم که بعداً وقتی رسوندم یا وقتی به تسلط خوبی رسیدم بیام تحلیلش رو انجام بدم. پس اصل داستان همینه. شما این رو رعایت کنید خیلی از مشکلاتتون حل میشه که دیگه اونقدر تحلیل آزمون طول نمیکشه، اونقدر سخت نمیگذره براتون بحث تحلیل آزمون. این رو پس مد نظر قرار بدید. پس من که نرسوندم یا خوب نرسوندم، مسلط نیستم رو تحلیل نمی‌کنم. حالا نیایید بگید آره من کل آزمون رو نرسونده بودم، خوب بلد نبودم، تحلیل نمی‌کنم. نه، احتمالاً 20% سوالا همچین مسئله‌ای براش وجود داشته باشه که شما نرسونده باشید و خوب بلد نباشید. حالا این مسئله اصلی رو گفتیم، خیالمون راحت شد. حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که تحلیل آزمون چطور باید انجام بشه. من توی تحلیل آزمون یک سوال غلط دارم، یک سری سوالات نزده دارم، یک سری سوالاتی که درست جواب دادم دارم. خب سوالاتی که درست جواب دادم که تحلیل نمیخواد، نهایت گذرا از روی پاسخنامه آزمون میخونم و یاد میگیرم. اگه نکته جدیدی بود به ذهن خودم یا یادداشت‌های خودم اضافه میکنم، اگه هم که نه همون روشی که خودم رفتم بود که هیچ دیگه ازش رد میشم. پس این شد از جوابهای درستی که دادم، تستایی که درست زدم. باید حواسم بهش باشه که ساده ازش بگذرم بجز یک سری از سوالات درست. اگر که سوالی بود که من شانسی درست زدم، باید حواسم باشه که تحلیلش کنم. بعضی از سوالا میبینید احتمالاً میاد میگه که آره چند مورد از موارد زیر صحیح هست، الف ب ج د. شما میزنید 2 مورد و بله جواب هم درسته، ولی شما فکر کردید الف و دال درسته زدید 2 مورد، در صورتی که ب و جیم درست بوده زدید 2 مورد. جواب درست شانسی برای شما درست در اومده. پس همچین سوالاتی رو هم حواستون باشه. اگه سوالی بود شانسی درست زدید، برید تحلیلش کنید، مثل یک سوالی که غلط زدیدش، چون واقعا غلط زدید. اگه شانس باهاتون همراه نبود این سوال غلط میشد و همیشه هم قرار نیست شانس همراه شما باشه. پس سوالای درست رو میذارم کنار، تحلیل خاصی نیاز نداره به جز اونایی که شانسی درست دادم که اونا باید تحلیل بشه. اوکی. حالا سوال هایی که نزده هستن، اگه من نرسوندم و نتونستم سوال رو بزنم، یعنی مبحث رو اصلا نخوندم، خب هیچ دیگه، اونا رو اول گفتیم نیاز به تحلیل نداره. ولی بعضی از سوالا هستش که من بلد نبودم و نزدم، اونا که باید تحلیل بشه. یه سری سوالا هستش که وقت نکردم برسونم، یعنی سر آزمون مثلا 30 دقیقه وقت داشتم و اگه تایم اضافه تر می بود میتونستم اون سوالا رو جواب بدم، ولی الان چون وقت نرسوندم نتونستم جواب بدم. حالا از کجا بدونم میتونستم جواب بدم یا نمیتونستم جواب بدم؟ باید بیام همه سوال ها، چه غلط ها چه نزده ها رو چیکار کنم؟ بیام قبل از این که تحلیلش رو انجام بدم یک دور خودم حلش کنم بدون نگاه کردن به پاسخنامه، ببینم بلدش بودم یا نبودم. اگه تونستم بدون نگاه کردن به پاسخنامه حلش کنم، یعنی من اون سوال بلد بودم. حالا یا استرس گرفتم یا تایم کم آوردم یا اون لحظه ذهنم قفل کرده که نتونستم جواب بدم. حالا اینکه چیکار کنم ذهنم قفل کنه، چیکار کنم زمان رو بتونم برسونم، یه ویدیو کامل درباره تکنیک های آزمون دادم و مدیریت آزمون ضبط کردم که حتما داخل همین کانال ویدیوش رو ببینید. درباره مهارت های آزمون دادن هستش. حالا میام سوالو حل میکنم. اگه تونستم حل کنم که هیچ نیاز به تحلیل نداره، فقط باید حواسم باشه که تو اون مبحث تسلطم رو ببرم بالاتر. ولی اگه دیدم بعد آزمون هم نتونستم حلش کنم و در عین حال تو طول هفتم رسونده بودم ولی بعد آزمونم نتونستم سوال حل کنم بدون نگاه کردن به پاسخنامه، اینجاست که باید بیام تحلیلش کنم. پس سوالایی که شانسی غلط زدم، شانسی درست زدم رو باید بیام تحلیل کنم. این یک. دو، اینکه سوالهایی که بعد از آزمون هم نتونستم حلش کنم بدون نگاه کردن به پاسخنامه، اونا رو باید بیام تحلیل کنم. پس سوالایی که باید بیام تحلیل کنم مشخص شد. سوالایی که نباید تحلیل کنم چیا هستش؟ سوالایی که درست دادم، سوالایی که نرسوندم، یا سوالهایی که بعد از آزمون تونستم بدون نگاه کردن به پاسخنامه حلش کنم. حالا سوالایی که خواستم بیام تحلیل کنم رو چطور تحلیل کنم؟ این که باید یک دفتر کلاسوری برای خودم داشته باشم برای نکات تحلیل آزمون. نکاتی که تو این دفتر نوشته میشه رو قراره تو بازه های جمع‌بندی بهش احتیاج داشته باشید، مخصوصا تو درس‌های محاسباتی. پس این دفتر رو باید داشته باشم. حالا من برای بچهای تجربی میگم، این دفتر رو 4 قسمت میکنم. یه قسمت برای ریاضی، یک قسمت برای فیزیک، یه قسمت برای مسائل شیمی. 3 قسمتش میکنم. خب و نکات مربوط به زیست رو دیگه تو این دفتر نمی نویسم، داخل خود کتاب می نویسم.
اوکی. پس میام تحلیل ها رو شروع میکنم به انجام دادن. سوال اولی که باید تحلیل بشه، میرم پاسخنامه رو نگاه میکنم، میفهممش، درکش میکنم و بعدش میام جواب اون سوال رو تو همون دفتری که اومدم تقسیم بندیش کردم به صورت دقیق با روش خودم، چیزی که از پاسخنامه فهمیدم مینویسم. نه اینکه بیام پاسخنامه رو کپی کنم توی اون دفتر کلاسوری. مثلا سوال ریاضی رو دارم تحلیل میکنم، میام پاسخنامه رو میخونم، میفهمم، یاد میگیرم، بعد میرم صورت سوال تو اون دفتر کلاسوری که گفتم تو بخش ریاضیش مینویسم، جواب رو هم که خوندم، فهمیدم، یاد گرفتم، با روش خودم زیرش مینویسم که انگار دوباره اومدم سوال یه جورایی حل کردم. میدونید؟ پس این نوشتن اینجا به درد میخوره. شاید بگید این زیاد زمان میبره. نه، اگه درست وقت بذارید، فشرده وقت بذارید و تایم پرتی موقع تحلیل آزمون نداشته باشید، این قرار نیست زیاد طول بکشه تحلیل. و در عین حال من قرار نیست کل سوالای مربوط به آزمون رو تحلیل کنم، که اگه کل سوالای مربوط به آزمون قرار بود تحلیل بشه، من احتمالاً تو درس خوندن طول هفته مشکل داشتم، بی کیفیت خوندم، خوب به تسلط نرسیدم، خوب به اندازه کافی تست نزدم. پس این روش قراره که کمک کنه که هم من سوالها رو خوب و با کیفیت یاد بگیرم، هم تایم زیادی ازم گرفته نشه و هم در عین حال خوب به تسلط خوبی برسم، اون نکاتی که از تحلیل آزمون باید دریافت کنم رو بتونم که یاد بگیرم. پس برای درس‌های محاسباتی تو این دفتر کلاسوری می‌نویسم. برای درسی مثل زیست و حفظیات چیکار کنم؟ هیچی. نکاتی که خیلی مهم هستن رو تو کتاب درسی میتونم بیام با مداد یادداشت کنم. چرا با مداد؟ چون که بعداً ممکنه این نکات برای من یه سری نکات عادی و روتین بشن و نیاز باشه که پاکشون کنم که کتابم زیاد شلوغ نشه. پس به خاطر همین با مداد می‌نویسم. و در عین حال حواسمون باشه که توی هر صفحه از کتاب درسی 4-5 تا نکته بیشتر نوشته نشه. چون این نکات رو می‌نویسم که یه روزی بخونمش، که اگه این نکات زیاد باشه من چجوری بخونم؟ مثلا کتاب زیست رو باز کنم حالم به هم میخوره، میذارمش کنار. پس به خاطر همین یک سری تعداد نکات محدود و مفید باید داخل کتاب درسی یادداشت بشه. پس این شد کلیت بحث تحلیل آزمون. نکاتی که نوشتم و کی مرور میکنم؟ توی بازه‌های جمع‌بندی. مثلا تو عید ممکنه وقت بشه بتونم مرور کنم، توی خرداد ماه منتهی به کنکور بتونم مرور کنم، توی بازه‌های مثل دی ماه بتونم مرور کنم، آخر تابستون بتونم مرور کنم. اوکی؟ پس همه این بازه‌هایی هستن که داخل اونها میشه این نکات رو مرور کرد. خیلی جمع‌بندی شده و ساده بگم به عنوان کادو برای کسایی که تا آخر ویدیو نشستن و این مطالب رو گوش دادن. ببینید خیلی ساده. 1. من نکاتی که نرسوندم، کلا سوالایی که نرسوندم برای آزمون رو تحلیل نمی‌کنم. مثلا تابع قرار بود کلش بیاد، من 20% تابع رو نرسودم. سوالایی که از اون 20% تابع اومده رو من تحلیل نمی‌کنم کلا. این یه نکته. سوالهایی که درست زدم رو تحلیل نمی‌کنم. فقط گذرا پاسخنامه‌شو نگاهی میندازم. سوالهایی که من اومدم شانسی درست زدم رو تحلیل می‌کنم. سوالهایی که نزده بوده یا غلط بوده و من بعد آزمون هم اومدم وقت گذاشتم نتونستم سوال رو بدون نگاه کردن به پاسخنامه حل کنم، هم باید تحلیل بکنم. و مباحث و سوالایی که اومدم بعد آزمون بدون نگاه کردن به پاسخنامه تونستم حلشون کنم، اینا هم تحلیل نمیخواد. حالا این سوالایی که قراره تحلیل بشه یا حلیاتی هن یا حفظیاتی و مفهومی. حلیاتی ها رو میام یه کلاسور جداگونه برمیدارم، تقسیم بندی میکنم برای هر درس، صورت سوالی که باید تحلیل بشه رو یادداشت میکنم، جوابش رو میرم از پاسخنامه آزمون یا ویدیو تحلیل آزمون میخونم، میفهمم، یاد میگیرم و زیر همون صورت سوالی که تو دفتر نوشتم یادداشتش میکنم. حالا قسمت‌های مفهومی و حفظی رو هم داخل کتاب درسی در حد اینکه 4-5 تا نکته توی هر صفحه باشه با مداد یادداشت میکنم. این شد کلیت بحث تحلیل آزمون که اگه این کار انجام میشه خیلی میتونید جلو بیفتید و یه جورایی وارد لیگ برتر رتبه برترها میشید. حالا آیا حاضرید برای وارد شدن به این لیگ برتر این همه سختی رو تحمل کنید و تحلیل آزمون خوب انجام بدید یا نه؟ جوابتون رو تو کامنت ها برای من بنویسید. و اگه هر سوالی، هر ابهامی درباره بحث تحلیل آزمون بود تو کامنت ها برای من بنویسید. من تک تک کامنتاتون رو میخونم و جوابش رو میدم. مرسی از تک تکتون که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. امیدوارم نکاتی که گفته شده براتون مفید واقع شده باشه و چیزی بهتون تونسته باشه که اضافه کنه. خیلی خوشحال میشم اگه ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدارتون.